تو دستی نپوش کالای سیاره های رو باب جان به جلوه میکشی زاد نیم تو ما حیف مو زن به تو وای 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 با بیلا گردنم بند باشنیه ایتا معجاتی همون خسور از بینیه اصلا نیه این به چردیبر خورانه میداد حیف مو زن نکنده این قیافه بله چی گفتی تو؟ من نفهمیدم گفتو. کی؟ حیف زن چیکارک شده؟ حیف زن چی چیکارک شده؟ مال چی گفتی از پیش متیر شدی؟ من میگم حیف زن به تو. چرا من چیکار شده؟ چی کمی دارم ماله؟ ما به تو نمیگم لاله نیلیلا. از پیش متیر میشی دیگه کی نه بغیر از من به اینجا میگه حیف زن به تو. مر چیکار شده؟ بابا گردن ما باشه که من به تو بگم. پا ندارم، دست ندارم، چیش ندارم. کله مو خوب ندارم دیگه چی کمی دارم من؟ از این جوانی بیتر میبینی تو؟ همین منطقه مثل من تو جوانی داره کسی؟ اصلا لاله نیلیلا ما به تو بیا بیا که تراتی نشه بعد. اصلا از تو کسی میاد پرسان چیر بده میشه بشه نامو بافتی. اصلا از تو پرسان کسی نیا بکنه. ما کی به تو گفتم تو زن تو حیف زن به تو. تو امال از اینی تیر شدی. با گفتم نیلیلا گیلا تو امال از این را تیر شدی بغیر از ما و دمی درختا و تو کینی به اینجا گادگه. خب ما بگفتم نیلیلا به من میگی ای فامو زن به تو. آمد ما بیا همین مفهمونی بی سرگی تو نیا منو گپا مفت میزنی. با خدا ترت همی هسته که امغت میگی مردی با سرک برو مادر خور بیارو گیلاگو همین زرما به تو میگم دیگه مادر تو به چهار طرف منایه. مادر تو میای به سلام هر چی که میبینه میای با شما تعریف میکنه. بابا تو بگو تو نیلیلا زن تو حیف زن تو. خب بغیر از ما کی نه به اینجا گو؟ اگه پای به من میزنی تو چی بگم؟ سرگی به پیش بگو که اگر به تعدی خبر شدم برفتی میتا گپا نزدی به خدا تو به همینجوری لغت میکنم. تو به هر جا بری میتونی بشینی و تیر شی بگی نورالله زن مقبول خود یا گندیه. بابا ما کی گفتم نیلیلا؟ همون گفتی. خب من میگم زن حیفم زن به تو. چرا میگه حرف بزنی؟ تو میگم. خود دیگه پس به کی میگی؟ جلال جهدم نیلیلا گفتم. تو تونی؟ با تو میگم همون کی گپ بزنی دیگه به تعدی گپ پر نزنی به پیش مردم. تو میگم حیفم زن به تو. به تو بگفتم. بابا تو عمال میگم این گپا خود چوک با تو شروع کردی هنوز. بابا تو نگو تو مردم نمیگم. با زبون تو بدر نشه. حیفم زن به تو. لا اله الا الله. دیگه میگم تکرار نکنی گپه. تو خدا نگم ما دلسوزیان مادر تو به خونه قرآن میگم به خاک اینجا بیا یک یالی برنج یک روغن چیزی واسه کمک میکنه بابا اومده به خونه جریان قصه که زن نورالله مقبول خود گندیه دیگه نه مادرتم به سرامو آدمای پیدا میشه چه مردمای پیدا میشه ما میگم دیگه کافیه دیگه حیفم زن به تو گردن ما بند باشه حیفم زن به تو تو که درد نمیفهمی حیفه بیا به تو بله بیا تو بیا بله به کی میگه حیفم زن به تو چی به کی میگه حیفم زن به تو من مثلا میگم تو بیا بشین اینجا بیا کجا بشین مثلا به کی میگی تو بیا بشین بیا بشین نه بشین ولی من چاک میده که تو به کی میگی با کی داره اصلا رو خوب طرف ما که خود من گفته ما با تو نمیگم اما چی گفتی تو نه با تو من کجا میگم به خدا 33 لندن تو میده میکنم ایشته تو 33 لندن میده میکنی بابا ما با تو رمضان میگم تو بابا عمی میگی چی رو من مادر نمیدی همین دیگه غیر از ما و تو دیگه کینیم ای هم نافهمیه گیلک راست خود بگو رفت کی گپ به تو خسور نگفته یا خوشو نگفته که حیف زن بدی من میفهم که غیر از اینو دو نفر دیگه کسی نمیگه که حیف می زن بدم از اون من میفهمم راست خود بگو اگر راست خود بگی به تو دهی هم میدم کی به تو گفته کی گپه با خدا ای دفعه جلوی من چاختینیه این تو در سرخوی هستی که میگه جیو نبیدالدی میه از بیشتر بابا ما به تو میگم لا اله الا الله خب پس امیر مقابل تو کینه اینجا تو یافیر تو سیکو تو بو گفتم امی بابا من اینجا خود می عله بوله میکنه خیال میکنه من از این میترسم از من نمیترسی من نیره رمضان طور میگم لا اله الا الله چی رقم آدم نافهمیه ای میگم اینجا که ما و تو نه
به تو کنم بگم به مرده ها زیارت میگی؟ به کی میگی تو هم؟ تو به ما بگو. گپ بخور میگی بابا سر گپ بخور میگی تو بیا بشین عقبی خود گفته حتما همین دو نفر گفته خسیر بودان نگفته به تو اگه خسیر بودان یا خسور خوشی من نگفتی تو یاد نمیگرفتی من میفهم که ساده گپ یاد گرفته حتما یکی بگفته تو بگذار اگه من رو مگر معلوم کنم کی گفته مرد تو غیرت داری بیا خورزور خور معلم کن ما به تو میگم چی میگی تو؟ بله چی میگی؟ میگم تو بهم هر جا همی سادگی خوبه کردی ما 2 کلمه گپ بود خود مادر تو اختلاط کرده که ای فهمی زن بزی تو میری بهم جلو هر کسی که میرسی میگیری که ای فهمی زن به تو خود چرا تو میکنی تو؟ بابا جان من به زنا نمیگم خب این دلیل جلال مر بگرد ماه مر بزنه رمضان ماه مر بزنه خود تو من پیش همونا که میرسی همی گپ میگی به پیش رمضان بگفتی به پیش نورالله بگفتی آخه بابا بعد چرا تو میکنی تو؟ صعب کنیم که مالا خدمه به جون هفتم خب صعب کنیم خب شما مادر ما نگفتیم دیشب اختلاط نکردیم که حیف می دختر ما حیف می زن به می دوماد ما آخه گیلت ما دومات خور گفته نه همه مردم محله من چکار شده که گیلک میداره به من میگه ای فهمو زن به تو نه مگر یعنی من یکی پیشه سلام علیکم مشاگل اشتنی بلا باشین خود خیریت خیری سلامتی شکر زنده باشین میگم ما مشاگل آه من شما یک چیزی پرسان کنم بپرسه مرد چکار شده هیچ کار ها هیچ کار من چی کمی دارم هیچ کیش ندارم الحمدلله دارم قیافه ندارم الحمدلله دارم پام شل الحمدلله پامم تیاره راه رفته میتونم آدم خوبی هستم کی از مطالبه می منطقه بعدی دیده حال چه کار بشده تو شما امیر پرسان کنیم از این بچه خوگیله ها بیا ما دست پیش متیر شده میگه ای فهمو زن به تو ما چه کار شده ها اب گیلک به تو گفته بله یا او چی کار داره به تو من امیر میگم به بچه شما گیلک چی ربطی داره میگه دمی گپ که بیا آمده برای من گپ میزنه یعنی تو به گوشه خوب بشنویدی که همون تو به تو گفت ماما شاگل همه اگه گپ نبودیم میادم جلوی شما چخ میدادم ها خب همین گپ به من بگو کار من خود شما سر خوردم شما پیار ما بده شما می گپ بزدم من چی که میدارم بیشمی بچه شما که بچه شما بیام میگه ای فهمو زن به تو خب زن نفهمیده تو خیلی بیتره نفهمیده خیره بابا نور میبینم بری و میگم نفهمیده تو ببخش ماما شاگل ما و شما دیوار مقام سایه بعد می گپا به تعمید زدن خدا میدونه کیال به پیش می گپا بزده و شاید به چند نفر دیگه می گپا برات در رابطه ما بگفته باشه که ای فهمی زن نورالله به نورالله خوبیت نداره ما ایت گپا امو هم تو اول تو دیده دیگه به کسی نگفته باز نور ببینم بریم میگم اگر این گپ به داخل از این دی اوج نکنه ما مشاغل با بعد ما و شما زندگی میشه من نمیقدر بیشتر تو دلم دروا نباش من به اعمال برم به سرا بریم میگم که تو به نورالله دیگه کار نداری هیچ ما مشاغل همین دفعه گوش شما تیر کدام دفعه دیگه نمیگم نه نمیگه دیگه دل جمع باش ای فهمی زن میگه به تو چرا من چکار شده میگم خیره به دل خود نگی چکی بابلا شما بزرگ بختارین رو تو بر گناه خواله بابا ما آدم شدی سر کله تو به یک شلغم پوست کردی نمیارزه چکار با لالا خدا می هست سادی یعنی کی نمیتونه زدن خوب که مگر یک مد شونای مادر چرب میکرد چکار بشیده کی میزدی همین دیوانه ساده سرگیر وای وقتا که میگه مور بزدم میگم نازی من این نمیشناختم گله که میگی ها چرا لالا چکار کنه پیش تیر میشه میگه ای فهمو زن به تو گفتم چرا ای فهمو زن به من والله ای فهمو زن به تو آدمی نی بد گفتم به تو کرده چطور تو لالا اشتباه کرده میفهمی گله سوادیه و خود که دیگه اشتباه کرده به من میگه ای فهمو زن به تو همون زن من میگه پازور بشکنه میگه البه همی والله من حیفم بزی دل زن من ماه با باله ما بد کنه چی میگی حال چکار کردم و شما میتونه اگه گفتی هم بزنی مردم مار ملامت میکنن میگم براره من میادم سوادی خیره بگو خود میگم خوب من یک چیزی به تو بگم خب من ایرون به می آدمم که ای آن سند اچل هم که بالا شده
این آخر عاقبت از این چه کار میشه دیگه؟ هیچی لالا ما چه کار بشه دیگه به می 40 سال کاری نشده عجیبه وقت می کار میشه هم پیر مادر از این هم به قصی از اینیه پیر هر رقمی که به تعمیدی تیر که به پچولگی به عبرتی دیوال مرتگر لنبوند گوسپند مرتگر به سنگ زد مثلا کشت زراعت مردم را عمل لغت مال که پیر به قصی و نیه میگه ساده بابا ساده دو چپات بزی نمیتی هوشیار بشه که چی بگی نصیحت کو یاری از بستی دل به سر نموده گردنم بندیه همی گیلگ ای کر به او کنه زنه دگه بری و بی خیال شده عادی شده کرو گیلگ راه دیریاله کده میگه همی 4 روز دگه زنده یه همی تا هر رقم میشه تیر کنه بره کار خوب خودگی که مردم از دست به عذاب چه کار میشه خیلی لالا گیلگ که میگیدم ساعت یه بر بریم میگم عجیم شما دست لحظه امروز بکن بخی بگردن بوزکه برفته به تاب ماشا رفته بخی هی لالا ایشته گوسپند میچرونی که خبر نداری بز یک کلوخی به جلوی که برگرده یا ای برکمه را رفته نمیتون بز او لالا این بود سیاه به تاب ماشاه کو اونه به تا جوی رفته اونه ایتو در زده اونه از لالا ای او میخوره ما گفتم البته برم تا ماشا را مرور بکنیم ما بردار خود خون ندارم نیه ما گفتم البته تا ماشا را اصاب شمار گله خراب کرده این جگم میه سوخت خوب سر میخوریم برو تو به خدا یک شیشه بیار احترام من میته آرم اینجا شیشته هم برو یک شیشه بیارم اینجا شیشته هم برو من اصلی عدیم این جگا برم به یک چکر برو دیگه یاره بدین لالا شما به سراد نیایی من اینجا پیش بزرگ حالا ما به سهران آدم میرم با باغچه میرم برو یک شیشه بیار خود خوبر میدارم میبرم برو خواهدم سرا بیا بده بدین از این جگا صدا کن نه یک شیشه بدیم جا کنی جواب میدم هم هستی نزدیک با تو یک دایی تویه بدین خوب ندارم پول میده برو خوب 20 روپیه بدین لا اله الا الله برو به تو میگم تو همون ببین جهانی ما به تو 10 یا 20 بودم که بری مفته برو لالا ای والله تو تاکسی که تو کرایه ده مگه مرتکه بله میرم یعنی خوب رقمه بر راه میری مگه برات یک شیشه بری به تو پول بدم خوب رقمه گیر کردی همین شیشته با سایه یخه همین بوزار میچرینی تا به سرا میری من تو مگه پول بدم این سیکو تو چی بگی